بیا طرز نگهداری بونسای بهت بگم. بونسای جنسینگ فوق العاده گیاه مقاومیه، ولی یه سری قلق‌ها داره که باید رعایت کنید. قلق اولش اینه که اگر شما آب زیاد بهش بدید، برگای این گیاه شروع میکنه زرد شدن و یواش یواش از بین میره. دومین کاری که باید انجام بدید اینه که نور تقریبا زیادی نیازه، یعنی بغل پنجره‌تون بذارید که نور بهش بخوره. اگر نورش کم بشه باعث ریزش برگ میشه و این گیاه در عرض بگن 2-3 هفته کچل میشه. خب حالا فرض کنید که این گیاه کچل شده و تمام برگاش ریخته. شما وقتی که میخوایی که دوباره این گیاه احیا بشه، اگر این پایه‌هاش سالم باشه باید شما فشار بدی ببینید که پوک نباشه. اگر سالم بود یه دونه پلاستیک کوچیک‌تر از این برمی‌دارید، از سر میکنید اینجا و پایینش هم اینجوری میبندید. چند تا سوراخ اینجا میزنید و از این سوراخ‌ها روزی چند بار اسپری میکنید. کاری میکنید که رطوبت اینجا حداقل بالای 100 بره که اینجا کاملا رطوبتی بشه و این پلاستیک عرق کنه، تقریبا نورش هم حفظ بشه و اینکه بعد از مدتی شما جوانه‌های این گیاه رو میبینید و دوباره بعد از 1 ماه این پلاستیک رو در بیارید و به حالت اولیه بذاریدش. فقط این نکته‌ای که هستش اینه که هر وقتی دید خاکش خشک شد به این گیاه آب بدید. این نکته خیلی مهمه. خیلی مخلصیم.